خب توی این بخش قراره ما با اندازه هایی که گرفتیم یه چنین جدولی رو درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که بیایم اندازه های اصلی که داریم براش چنین جدولی رو رسم کنیم. اندازه های اصلی ما شامل چیا بودن؟ دور سینه، دور کمر، دور باسن و تمام قد مشتری. جلوی این جدول همونطوری که میبینید 2 تا خونه دیگه هم میذاریم. البته با خونه اصلی خودش، یعنی با اندازه اصلی خودش 3 تا خونه میشه. شما میاد چنین جدولی رو تو دفترتون رسم میکنین. البته نگران این جدول نباشین. شما وقتی به شماره که براتون گذاشته شده، شماره پشتیبانی، پیام بفرستین، خودتون رو معرفی کنین، اونجا بهتون این جدول رو ما بهتون میدیم. دور سینه، دور کمر، دور باسن و تمام قد. برای جلوی دور سینه گفتیم ما 3 تا جدول می نویسیم. دور سینه ما هست چند؟ 100. 1/2 میشه 50، 1/4 میشه 25. پس توی یکی از این خونه ها اندازه اصلیمون رو می نویسیم، تو خونه بعدی 1/2 و تو خونه بعدترش 1/4 میشه. من جلوتر بیارم که اینو کاملا متوجه بشید. به این شکل. برای قسمت کمر هم همینطور 1/2 و 1/4 میشه. برای قسمت دور باسن هم همینطوری 1/2 و 1/4 میشه. اما برای قسمت تمام قد ما چنین چیزی نیاز نداریم. پس برای اینکه این جدول رو همیشه داشته باشین شما چنین جدولی رو توی دفترتون رسم میکنین. خب زیر ستون‌های دور سینه، دور کمر، زیر ستون‌های اندازه‌های اصلیتون شما چنین جدولی رو دوباره رسم می‌کنین. حالا میتونید بنویسید، جدول براش نکشید، یعنی ترجیحاً خط کشی نکنید، میل خودتونه. این اندازه‌هایی که زیر این جدول اصلی می‌بینید اندازه‌هایی هستن که به وسیله اندازه‌های اصلی ما به وجود اومدن. بلندی کف حلقه اینا ثابتن، اینا رو حتما باید زیر جدولتون داشته باشید. به همین ترتیب زیر جدول اندازه های اصلیتون بلندی کف حلقه، بالا تنه پشت، خط باسن، قد لباس، پشت یقه، قد سینه، فاصله سینه، بالا تنه جلو، تیره پشتی همون کارور پشت، گشادی کف حلقه، بزرگی سینه جلو و تمام. شما اینو می نویسید به همین شکل. خب اینا رو نوشتید، اندازه هاشون چجوری باید به دست بیاد؟ خب ما یک سری از این اندازه ها رو به صورت شخصی گرفتیم، مثل فاصله سینه، مثل قد سینه. خب از اونجایی که توی الگو ما خیلی اون لاینی که برای دور سینمون اندازه یعنی در نظر گرفتیم، یه لاینی خیلی برای ما مهم هستش. من منظورم همون خط سینه ما هست. خیلی جایگاه مهمی داره اونجا، چرا که اگر کم و زیاد بشه ممکنه که لباس تو تن مشتری خیلی بد بخوابه. به خاطر همینه که ما یک قد سینه و یک فاصله سینه شخصی هم داریم که بعداً این دوتا رو بیایم با هم نگاه کنیم و اون عددی رو بیایم توی الگومون ادغام کنیم که مناسب تره و به اندازه مشتری نزدیک تره، به فرم بدنش میخوره است. خب من گفتم که این جدول رو براتون میفرستم، هیچ نگرانش نباشین، ولی خب یک توضیح خودم بهتون بدم که کاملا متوجهش بشید. بلندی کف حلقه چجوری به دست میاد؟ 1/10 سینه به علاوه 11 برای افراد نرمال. اگر افراد چاق هستن یعنی سایزشون از 44 بیشتره به علاوه 10. پس 1/10 سینه به علاوه 11 اگر چاق بود به علاوه 10 میشه چی؟ میشه بلندی کف حلقه شما. 1/10 سینه ما چه عددی میشه؟ دور سینه ما 100. 1/10 سینه میشه 10 به علاوه 11 میشه 21. پس 21 رو جلوی بلندی کف حلقه می نویسیم. بالا تنه پشت چجوری به دست میاد؟ من خب قبلا هم بهتون گفتم که 1/4 کل تمام قد میشه بالا تنه پشت. شما هم میتونید طبق این فرمول جلو برین و همین که میتونید خودتون به وسیله متر از روی اندام مشتریتون این اندازه گیری کنید.